سلامت فهم میاو میاو. به یوتیوب چنل من و اصل خان خوش اومدین. قبل اینکه این ویدیو جذاب شروع کنم یه چند تا چیز بگم. ببین تو خیکی آقا جون. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم یه چند تا چیز بگم. اگه که اینستاگراممو فالو نمی‌کنین و خبر ندارین، سه تا از آن سافت‌های من، یکی که این چهارشنبه برمی اومد و 2 تا که قرار بوده مال چاکراها باشه، یوتیوب بهش گیر داده و نتونستم بذارم. مال این هفته رو بالاخره هر کار کردم نشد، هر چی سانسور کردم بازم گیر داد. واسه همین الان گذاشتم که مرورش بکنه یوتیوب و احتمالاً بعد چند روز میگه اوکی بذار، بعد اون میذارم. واسه همین ویدیوی آخر آنسافت رو 2 بار حتی ریکورد کردم، 2 بار ریکوردش کردم، اما بازم بهش گیر داد. خیلی زحمت کشیدم، اما خب میذارم. بهش گفتم حالا این مابین بیام براتون یه ویدیوی باحال بگیرم که قولش رو داده بودم که بی ویدیو نمونین. از من میدونم دلتون تنگ شده برام. That was very gross. I'm sorry. و ویدیوی امروز داستانای ترسناکی که خودتون برای من تعریف کردین، برای من کامنت گذاشتین، اتفاقات خیلی ترسناکی که برای شماها تا حالا افتاده و میخوام که حتما زیر این ویدیو هم برام کامنت بذارین اتفاقای ترسناک دیگه‌ای که براتون افتاده که اینو بکنم یه سری ویدیو، اگه که خوب جواب بده، اگه که یوتیوب بذاره، چون یوتیوب همش داره ویو آرام میکشه. دستش در نکنه یوتیوب. برای همین همونطور که گفتم حتما کامنت بذارین از اتفاقای ترسناکی که براتون افتاده. همین دیگه، بریم سر ویدیو. چند ماه پیش برادرم میگفت تو اتاق من ببین اینجوری نمیشه ها. چند ماه پیش برادرم میگفت تو اتاق من یه موجود شبیه اسکلت انسان دیده. تو اتاق تقریبا بیا بارا بچه جون، بیا بارا، نمیذاری مامانت ویدیو بگیره. اینجا رنت فری زندگی میکنی، نمیذاری ما رنتمون رو بگیریم. همینجوری تو بغلم بمون. من نزدیک 6-7 سالم بود 2-3 بار یه موجود سیاه به صورت مبهم دیدم. یه بار تو اتاقم بود، ساعت 3-4 صبح بود. فکر کردم پدر مادرم دارن با هم حرف میزنن و صدای پچ پچ میومد و من بهشون گفتم مامان، بابا، شما این میشه آرومتر صحبت کنین؟ ولی اونا به حرفم گوش نمیدادن و همینطور پچ 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 تو سیاهی و تاریکی میکردن. اومدم بیرون که ببینم کیه، ولی دیدم همه تو خونه خوابن. این بده. نظر چیه؟ ترسیدی؟ خیلی ترسناک بود. تو میبینی این چیزا رو؟ میاو میاو. شما شده فقط صدا بشنوین، من شده چیز ببینم. اما چرا صدا هم شده فکر کنم بستگی داره. یه بار از پشت پنجره دیدم یکی تو خونه داره میدوه. شکلش مبهم بود اما صداش خوب میومد. من تو خونه تنها بودم و یه بار دیگه هم دیدم که رو کابینت نشسته و وقتی دویدم سمتش هیچ که اونجا نبود. این اتفاقا همش مال 6-7 سالگیمه و همشون دور و بر 3-4 صبح اتفاق میافتاد. این 3-4 صبح خیلی داستانه. من همیشه 3-4 صبح از خواب میپرم که توی آنسافدام هم گفتم این به چه دلیل میتونه باشه. میگن که دور و بر از ساعت 3 صبح تا 5 صبح لایه بین دنیاهای موازی باریک میشه. یکی میاد تو گوشت میگه پاشو تو هم پا میشی. اما من یه بار برام اتفاق افتاد که خونه دوستم بودم. خونه‌شون هم خیلی ترسناکه. خونه است، آپارتمانی است، یه خونه بزرگه که خیلی هم خالیه و چیزای ترسناک توشه و از این عروسکای قدیمی وحشتناک و اینا. بعد اون دوستم تو اتاق خودش خواب بود، من تو اتاق خواهرش که خواهرش ایران نبود خواب بودم. و فقط یادمه که من خیلی سبک میخوابم، هر صدای منو از خواب بیدار میکنه و من اینو خیلی خوب یادمه که با صدای پای اینطوری دویدن که یکی از پله‌ها دوید، یعنی انقدر تون بود. بعد این صدای پا به هم نزدیک میشد، هی تند یعنی کلا همش توی مثلا 5 ثانیه پیش اومد که هر صدایی که بود از پایین اومد دم در اتاق من وایستاد. من تو خواب و بیداری وحشت کردم جوری که اصلا نمیتونستم حتی از جام تکون بخورم و گفتم خدایا دزد، سگای، چون سگ نگهبان داشتن، این سگای جوری اومدن تو خونه، نمیدونم. اما دیدی مثلا خیلی خوابت میاد. خوابم برد اما تا به امروز یادمه و نمیدونم چی بود که اون جوری دوید به سمت من. واسه همین این که میگه صدای دویدن شنیدم تو خونمون یا دیدم، یادمون منو میندازه. مگه نه؟ تایید کرد. خاطره ترسناکم اینه که یه شب ساعت 5 صبح با صدای خیلی بلندی از خواب پریدم. فکر میکردم که زلزله اومده ولی زلزله نبود. اولش سیخ نشستم تو جام، اطرافو دید زدم و بعد چشم خورد به
کولم که وسط اتاق ول شده بود، در صورتی که من قبل خواب همه جا رو تمیز کرده بودم و هیچی رو زمین نبود. کولم رو گذاشته بودم روی میز. پا شدم، چراغ اتاقم رو روشن کردم و در رو تا ته باز کردم که نترسم. آروم آروم رفتم سمت کوله و درشو باز کردم. تقریبا نصف بیشتر کتابا و دفترام داخلش بود و این باعث بود که سنگین شده باشه. یه نگاه به نیزم انداختم، یه نگاه به وسط اتاق و فکر کردم از اون فاصله اگه کوله پرت شده باشه انقدر سنگینه که منطقیه یه همچین صدایی بده. خب برای اینکه مطمئن بشم فردا صبح که همه بیدار بودن رفتم رو میز و کولمو پرت کردم وسط اتاق و دقیقاً همون صدا رو داد. این بعده آهای پامو چنگ زد. وای من اینا منو خیلی میترسونه. من یه بار فقط شده که یه چیزی بیفته، این چی میگم، صدای افتادن یه چیزو بشنوم. حق و توق زیاد میشنوم اما این که به این شدت یه چیزی بیفته از خواب بپرم دیگه بکنم تا 100 سال خوابم نبره. مامان چی کار میکنی؟ قربونت برم، چی میخوای جون مامانت؟ یه لقمه نون حلال نمیشه. اینه که خیلی کوتاهه اما من اذیت کرد. من خودم یه جمجمه رو از قبل درآوردم، اونو شکوندم و بعد از اون انگار هر شب یکی میاد سراغم. خیلی وحشتناکه. خب دوستان، جمجمه رو از قبل درآوردی، اصل کچلم کردی، جمجمه رو از قبر در آوردی، شکستی، بعد میگی چرا یکی شبا میاد سراغم. خب منم بودم میومدم شبا سراغت با جمجمه منم وسط نصف کردی دیگه. بر خودم چی که بر از خودم باد. ما قبلا خونمون نزدیک یه قبرستون بود و هر وقت تو اتاقم میخوابیدم یه سایه گربه میافتاد روی سقف و حس میکردم که یه نفر جلو رومه. چند بار از بقیه سوال کردم و گفتن توهم زدی بابا، چرت و پرت نگو، این حرفا چیه. تا یه بار از خواب بلند شدم دیدم مامانم کنارمه، داشت گریه میکرد، انگار یه چیز خیلی وحشتناک فهمیده. ازش پرسیدم مامان چی شده؟ گفت صاحب قبلی این خونه توش خودکشی کرده و تا چند روز کسی پیداش نمیکنه و توی اون چند روز تنها کسی که کنارش بوده گربه سیاهش بوده. و فهمیدم که اون گربه‌ای که من میدیدم گربه صاحب قبلی خونه بوده. یا خدا، این دیگه فیلم ترسناکه، این واقعا دیگه فیلم ترسناکه. یارو قبلا تو اون خونه خودکشی کرده، به گربهش پیشش مونده، بعد این یه گربه میدیده، بعد نمیدونسته بعدن اونو فهمیده. بریم بعدی. من خیلی خاطره دارم در مورد جن و ارواح، ولی این یکی که میخوام براتون بگم سرش تا حد سکته رفتیم. موقعی که 11 سالم بود همیشه عادت داشتیم شبا با دوستام قایم موشک بازی کنیم. بعد همیشه ساعت 11 12 یا 1 شب بازی میکردیم و همونجا که چشم می‌بستیم یه ساختمون نیمه کاره بود که خیلی وقت بود کسی دیگه نمیساختش. یه بار داشتیم بازی میکردیم، 3 نفر بودیم و من چشم بسته بودم. یکی از رفیقام به اسم امید پشت درخت بغلیم قایم شده بود که اونو پیدا کردم. بعد هر چی گشتیم دوست سوممون سعید رو نمیتونستیم پیدا کنیم، اما بالاخره به طرف ساختمون نیمه کاره نگاه کردیم و یه دفعه سعید رو دیدیم، اما سعید تنها نبود. سعید از پشت ستون سرش رو آورد بیرون و شاید باورتون نشه ولی همون لحظه سر سیاه خیلی ترسناکی که قدش هم بلند بود پشت سر رفیقم وایستاد و داشت به ما نگاه میکرد. همون لحظه جیغ کشیدیم و به سعید گفتیم که سریع بیا طرفمون. بعدش رفتیم خونه و از اون به بعد سعید دیگه هیچ وقت نیومد که با ما قایم موشک بازی کنه. اوف، راستشو بخواین یکم تینگلی تینگلی شدم، دوست داشتم اینو. داستانای ترسناک خوب که میخونم اینجوریم که این خیلی خوب بود. سعید خوبی مادر؟ اشکال نداره، پیش میاد، هستن دیگه. تو شما باشین قایم موشک تو خرابه که 100 ساله کسی نمیره بازی نکنین دیگه، اونجا بده. خیلی باحاله نه؟ خودم میخونم، دوست دارین؟ حتما تو کامنت ها بگین به به اون گربه فکر کردیم بعد اسکای اومد آتیشباره اصلی هفته شاید الان بیاد بخوابه، نمیدونم. اما خیلی باحاله این داستانا، آدم دلش میخواد مثل کتاب داستانای کوتاه ترسناکو بذاری کنار هم بخونه. این سلطان اصلی اینه، آتیشباره اصلی اینه، الان اومد قراره کچلمون کنه هممونو. یه بار وقتی 8-9 ساله بودم میخواستم بخوابم اما حس کردم یه مرد خیلی قد بلند کچل که پوست خیلی سفیدی داشت با لباسای مشکی خم شده روم و گلومو گرفته، چشاش از حدقه زده بود بیرون و زل زده بود بهم. من از ترس و خفگی حتی نمیتونستم جیغ بزنم یا تکون بخورم. با 1000 تا وقتی جیغ زدم و داداشم لامپ اتاق رو روشن کرد و اون لحظه اون مرد غیب شد. برای هر کیم تعریف کردم باور نکرد، ولی تا الان که 18 سالمه یادم
نرفته. اینا که قشنگ بختکه، اما خیلی جالبه. بختک زیاد تعریف کرده بودین از انسان‌های سایه‌ای که حالا میگم، اما اینی که تعریف کرد که قد بلند کچل با لباس مشکی، توی دونه از آنسافتا بهتون گفته بودم که بعضیا این مرد رو میبینن و نمیدونن که خیلی این مرد رو میبینن. یه مرد قد بلند که کت شلوار پوشیده، کچل سفید، خیلی پوستش رنگش پریده است و هیچکی نمیدونه کیه و چیه. اگه میدونین بهم بگین. آیا شما هم دیدینش؟ حتما تو کامنت‌ها بگین، برام خیلی جالبه. این بچه اینجا خوابید. صلوات. بریم بعدی. توی شهر ما یه روستا هست به اسم شیرتپه. توی این روستا یه تپه هست که توش ای وای ترسیدم. تو شهر ما یه روستا هست به اسم شیرتپه. توی این روستا یه تپه هست که توش آثار باستانی زیادی گذاشتن. به خاطر همین توی اون روستا پلیس خیلی گیر میده به مردم که نزدیک اون تپه نشین. اما همه ماجرا این نیست. اون تپه به گفته مردم نفرین شده است و اجنه اون تپه رو برای خودشون گرفتن. هر کی تا حالا بالا این تپه رفته واقعا دیوونه میشه و کارش به ملاها و دعانویسا کشیده میشه. کسی از مردم واقعا جیگر نداره نزدیکش بشه. تا الان هرچی گنج یا آثار باستانی از اونجا پیدا شده که کسی پیداش کرده، اتفاقات وحشتناکی براش افتاده و اون چیزی که دزدیده یه جوری بدون دلیل و دخالت آدما برمیگرده به تپه. انگار یکی میاد و اونو میبره مدگل. مدگلش هم خوندم. مدگل رو نوشته مودگل. مودگل ها هستم. مودگل دختر مودی. مودگل آخه. این ویدیویی که توش کامنت کشتم بزنیم 15,000 تا کامنت داره. یعنی 15,000 تاش فکر کنم واقعا حداقل شدم 10,000 تاش داستاناتون باشه دیگه. خیلی داستاناشون رو کوتاه تعریف کردم با اینکه ترسناک بوده من نذاشتم. اونایی که خیلی بلند و با آب و تاب تعریف کردن که باحال تو ویدیو بگم گذاشتم. واسه همین امروز حتما وقتی کامنت میذارین از داستانای ترسناک براتون اتفاق افتاده اینجوری داستانش رو تعریف کنین که من انتخابشون بکنم. بریم. من توی استان گیلان زندگی میکنم. اینجا توی شهر انزلی یه کلبه‌ای وسط جنگل هست که میگن نفرین شده است. چند سال پیش چند تا پسر میرن تو این کلبه شب بمونن و به طرز عجیبی کشته میشن. مردم اونجا میگن که این کلبه تسخیر شده است، ولی با این حال بازم 4 تا دختر که اصلا به این چیزا باور نداشتن برای اینکه ثابت کنن چیزی اونجا نیست تصمیم میگیرن برن توی این کلبه و یه شب بمونن. بعد وقتی خبری ازشون نمیشه میرن دنبالشون و میبینن که 3 تا از این دخترها تو حالت نشسته مردن و دقیقاً 3 تاشون هم به یه نقطه خیره شدن و اون یکی دختر صدها متر دورتر از کلبه وسط جنگل پیدا شده که زنده بوده. میبرنش تیمارستان، ولی بعد از چند روز توی تیمارستان خودکشی میکنه. بعد از اون دولت اونجا رو پلم کرده و ورود به اونجا رو کاملاً ممنوع کرده. مردم شهر میگن اگه یکی بتونه شب تا روز توی اون کلبه جون سالم به در ببره آدم ثروتمندی میشه، اما کسی دیگه جرأت این کارو نداره. این واقعیه. میخوای به من بگی؟ مائده آبتین اینو گذاشته. بچهای انزلی گیلان. واقعیه این موضوع. این هری پاتره. هری پاتر اند چمبر آف سیکرتس که اون ماره رو میدیدن همشون اینجوری میموندن، اما اگه مستقیم ماره رو میدیدی میمردی. خیلی باحال بود، اما اگه واقعی بود خیلی بد بود. رفته تیمارستان خوشو کشته. یعنی چی دیدن همشون؟ ببین تاکسیک تریت هم اینه که میخوام بدونم. بریم بعدی. خیلی باحال بود. من یه مدت بود بعضی شبا یه حالتی بین خواب و بیداری و کلا یه حالت بختک مانندی بهم دست میداد و یه چیزی روی بدنم انگار سنگینی میکرد. بعدش به هر جا فکر میکردم انگار از بدنم به شدت کشیده میشدم، اما همه اطرافم سیاه بود و هیچی نمیدیدم. بعد از چند ثانیه که توی دلم التماس میکردم که خدایا منو برگردون سر جام، شدت به پایین کشیده میشدم و یهو توی یه چیزی فرو میرفتم و یهو بیدار میشدم. یه بار که بالا بودم عین بال زدن یه فرشته هی آرام بالا و پایین میشدم و باد به وضوح میرفت توی بدنم و خنکم میکرد، اما هیچکس هیچ وقت این حرفای منو باور نکرد. من باور میکنم حرفتون رسما سفر روح دیگه. میگن وقتی که وقتک میفته رود، که خیلی اصطلاح بدیه تو فارسی، تو انگلیسی بهش میگن sleep paralysis. sleep paralysis یعنی فلجی خواب. دیدی تو خواب فلج میشی، مثلا مغزت بیدار شده بدنت بیدار نشده و هر چی میخوای تکون بخوری نمیشه. بعد میگن وقتی که تو سلیپ پارالیسیس قرار داری، اصلی پارالیسیس اگه نترسی به یه نقطه میرسی که بدنت میلرزه، شروع به لرزش میکنی و از اون نقطه میتونی از بدنت جدا بشی و سفر روح بکنی، استرال پروجکشن بکنی و خیلی‌ها به صورت اتفاقی این کارو میکنن که این اتفاقی که برات تو افتاده و میگن که وقتی که برمیگردی تو بدنت یهو انگار کشیده میشی دوپ تو بدنت و یهو از خواب میپری و دقیقاً چیزی که تعریف میکنی انگار که اون اتفاق برات افتاده. واسه همین اصلا برای من که عجیب نبود. بعدی دیگه داریم سر آخریاش. سال گذشته من و خانواده‌ام برای مسافرت رفته بودیم شهری که مادر بزرگم هست. شبی که
خونهشون بودیم کلا داشتیم راجع به خونه هایی که تو گذشته داشتن و اینکه هر کدوم چقدر ترسناک بودن و انرژی منفی داشتن حرف می‌زدیم. همون شب من و برادرم وقتی همه خواب بودن بیدار موندیم و به وضوح شنیدیم که مادر بزرگمون توی خواب داره صحبت میکنه و یکم بعد صدای شخص دومی هم شنیدیم که انگار داشت با حالت پچ 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 جواب مامان بزرگمون توی خواب میداد. همون موقع سعی کردم به برادرم بگم که احتمالاً ما اشتباه شنیدیم و فقط صدای مامان بزرگم بوده که از اتاق کناری ما که خالی بود و حالت کارگاه رو داشت صدای پای کسی میومد که انگار داره با توپ بازی میکنه. قشنگ صدای قل خوردن توپ از وسط اتاق میومد و ما چون هیچ کدوم از ترس نمیتونستیم تکون بخوریم که بریم ببینیم چیه، گرفتیم و خوابیدیم. شب بعدی من و مامانم و برادرم توی هال نشسته بودیم و داشتیم تلویزیون نگاه می‌کردیم. وسط هال دراز کشیده بودیم. اتاقم تاریک بود. چراغو کاملا روشن کرده بودیم. بابام هم توی اتاق خواب بود. بعد هر سه ما دیدیم که بابام از اتاق اومد بیرون، بر روی مبل نشست. برای چند دقیقه هیچ کدوم عکس‌العمل خاصی هم نشون ندادیم چون چیز غیر طبیعی نبود. ولی چند دقیقه بعد مامانم برگشت که از بابام بپرسه چرا بیدار شدی؟ و در کمال تعجب هیچکس پشت سرمون روی مبل نبود. کلا من توی خونه خودمون خیلی چیزای غیر طبیعی دیدم. بارها کسی رو دیدم که مثل سایه رد شده از در اتاق، یا مثلا وقتی کوچیک بودم مثل 4-5 ساله هیچ وقت توی یه اتاق تنها نمیخوابیدم چون شبا میدیدم که عروسکان بلند میشن و راه میرن. یا مثلا یه پری کوچیکو میدیدم که یه دریو تو خونه باز میکرد، بهم دست تکون میداد و میرفت و درو میبست. شما فکر کنم مدیومی دیگه. این همه چی دیده، انسان‌های سایه‌ای، پری، روح، صدا شنیده. تو یه چیزی یه چیز شاید توانایی شنیدن این چیزا رو نمیدونم، خیلی خیلی عجیب بود اما خیلی داره به من حال میده این ویدیو. شما هم دارین حال میکنین؟ تو کامنت ها حتما بهم بگین. امیدوارم ویدیو خوب ویو بخوره، یوتیوب اذیت نکنه که بتونیم وارد یه سری بشیم چون خیلی باحال. خوابای ترسناکتون هم برام فرستادین، بعدی میخوام اونو بگم. اما اینجا یه عکس از یه خواب ترسناک گرفتم که تو این قسمت بگم. من شب حدود ساعت 3 شب، ببین همیشه 3 شبه، همیشه این 3 شبه، یه خواب وحشتناک دیدم. بعد بلند شدم از ترس. یه مبل روبروی اتاق من هست، دیدم که دایم با یه چاقو توی سرش روبروی من نشسته و به هم زل زده. حالا جالب اینجاست که دقیقا همون روز دایمم با چاقو کشته شد. هنوزم نفهمیدم چرا من یه خواب بر اساس آینده واقعی دیدم. نه یه شب خواب دیدم که یه قرآن رو میزه که یه گاو با رنگ خون روشه. مامانم اون طرف نشسته بود، بهم گفت که بهش دست نزن، ولی من بازش کردم. یه آیه با خون نوشته شده بود. مامانم داد زد گفت اونو نخون، ولی من مثل گاو از ته سرم چند بار خوندمش. بعدش صدای جیغ از توی اتاق آخری اومد و یه زن با لباس پاره و موهای قرمز به سمتم دوید و یهو از خواب پریدم. تو هم مرض داری دیگه، راست میگه دیگه، قرآنی که با خون گاو نوشته شده که نباید بخونی که. ای بابا بریم بعدی. یه شب ساعت 3:05 ناخودآگاه چشام باز شد. اتاقم تاریک بود. یه صدای پچ 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 آروم به گوشم میرسید، انگار که 2 نفر با هم حرف بزنن. برگشتم و زل زدم به گوشه دیوار. سایه مرد بزرگ بود که انگار خیره داشت بهم نگاه میکرد. کمتر از 1 ثانیه طول کشید که سنگینی رو خودم حس کردم. همون مرد روی سینم نشسته بود. یه دفعه کل دندونام به طرز وحشتناکی درد گرفت. نفسم بند اومده بود. نمیدونستم چقدر طول کشید که ولم کرد و درد فکم تموم شد. ولی وقتی به خودم اومدم هنوز ساعت 3:05 بود. وای منم فکرم درد گرفت. دیدی تبعمو میزنی. آخرین داستان. همین دیشب داشت کم کم خوابم میبرد. در واقع تو خواب و بیداری بودم. یه تصویری داشتم جلوی چشم که انگار داشتم خواب میدیدم و تو اون یه اتفاقی برام افتاد. این که انگار یه جسم داغی مثل وقتی که جوشکاری میکنن به 2 تا انگشت وسطم برخورد کرد و همون لحظه وحشت زده از خواب پریدم، ولی به شکل واقعا عجیبی. اون حس سوزش و درد شدید و برای 2-3 ثانیه هنوز روی دستام حس میکردم. خیلی ترسناک بود. تا صبح حالت تهوع داشتم، مخصوصا وقتی که از خواب پا شدم. سرگیجه و حالت تهوع شدیدی داشتم. این خیلی عجیبه. حالا اینی که این میگه انگار تو خواب و بیداری بوده، بعدش هم حس کردم، اما من بارها شده تو خواب مزه ها و بو و درد و همه حسا رو حس میکنم. قشنگ دردم میاد. برای شما هم پیش اومده؟ خیلی خوب بچه‌ها، این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما کامنت بذارین،
لایک، سابسکرایب، خاطرات ترسناکتون رو شما هم تو کامنت ها برام بگین. و اینکه یه سورپرایز خیلی خیلی خوب براتون دارم. میدونم آنساب 2-3 هفته است که اینجوری شده و یوتیوب داره اذیت میکنه. من خودم هم خیلی ناراحتم، اما مطمئن باشین که تو سال 2022 قوی تر از قبل هم آنساب میذارم، هم چیزای جدید باحال میذارم و یه سورپرایز خیلی خیلی باحال براتون دارم که اون سورپرایز قراره به زودی بیاد که مطمئنم خیلی خواهد دوست خواهید داشت. توی همین هفته میاد، واسه همین حتما زنگوله رو روشن کنید که هر موقع اومد براتون نوتیفیکیشن بیاد که از دست ندید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خدافظ.